Kepanya! Kepanya! چیکار کردی صدایی؟ کنی دیگر بچه دستیم نیست؟ کجا؟ ناسکشی؟ چه سفرت کنید؟ یا توبه ما هم وقت طلبه بودیم معلم را یک ساعت نیم ساعت نگاه میکردیم من وقتش دیگه که معلم طلبه را نگاه میکنن من 20 دقیقه درس گذشته درسیم یگان طلبه نیست آینده اینا چی میشیده باشه اینا کی میشه باشه سلام علیکم استاد چخیلی معلم جان سلامتیات خوبه کار بار زندگی ای کجا آمدی ای کجا آمدی مطلب تو استاد همینجا بودم همین تا قدیمی استادم با تاگی ترزا گذاشتم شما را دیدم در کابینه تا قشتگی بدن دیلم سوختم یک استاد خبر بیرم میمره دیلت 20 دقیقه پیش بسوزه کنی دیگر بچه‌ها بچه‌ها مومینوف پی کادی شریفوف شه گفت استاد هش باگا گرفتن چی گفت نوازمیان استاد وظیفه خانواده تو راستی 100% تایر استاد کنی وظیفه خانگی چی بود استاد تو وظیفه خانگی را نمیدونی شاعرا را پرسیدن آفرین شاعرا پرسیدن بردیو من با تو دو سوال میدیم یکم سوال سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک کیست بگو سردفتر ادبیات کلاسیک ابو عبدالله تشریف زاد کی ابو عبدالله تشریف زاد کدام تشریف زاد اینا در دیاگنوستیک کار میکنم استاد احمق ما میدونی دکتری چای وای دکتری دندان ای ابو عبدالله رودکی ابو عبدالله دویم سوال سردفتر ادبیات سویتی تاجیک کیست بگو صدرالدین نجم‌الدین کی صدرالدین نجم‌الدین کدام نجم‌الدین اینا بعد نوزانی نوزاد رو بنوزا من میخونم کو احمق صدرالدین عینی صدرالدین عینی کم کم یاردم کنیم استاد بس انا بتفاهم چه بدت کسی خانی مومنو كفايه قطی دختران صفا چند و چند كفايه 8 کدام 8 8 بردیف خانی مومنو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ای مالادی السلام علیکم السلام میشه او چی در پیش سلطنت خورده صدایی اما خالای موزونشون کاک داشته گوش کن مومنو درباره مادر و خواهر کن شعر بدونی درباره مادر و خواهر بله میدونم کنی خان زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما آی دوام ندارد مومینو برای عید ظفر سرود خونه گوش کن من ساعت 3 38 عدد درس دارم رفتم معلم خوری امیدتون نگاه میزنه اومده شما رو میبیند فهمو فهمو بگم جاتا بیز معلم کی را بازی میبره سلام و علیکم سلام مومینو چه سلام تیایی وقتی معلم درس دادر اومد طلبه سلام و علیکم السلام نه روبرتی تو پیشکی گردد که هم بچه کوی مرا برای عید ظفر تیار کردن نکن شعر برای عید ظفر یگون تیاری هست هست رفتیم ای معلم ما بقف نه ما دوز نیست من 1 2 3 اومد خبر سیب خانه معلمی ما جانانه گونگلی چی خوندستی تو؟ خاری عمومی نه خاری عمومی برای دی ظفر برو به سوادا اثر 1 2 3 اومد خبر سیب خانه معلمی ما جانانه بهارانه میمانه عیدی ظفر مبارک عیدی ظفر مبارک شان و گوهر مبارک دن دل 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 دن 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 تمام همه دانشجوی حاضره ده هم حیرانم که
باور کن من آدم چاک نقطی دانشجو روزی دراز میگردن در امتحان تیار نیستن. من امتحان هم سال شده. السلام علیکم. استاد چیکار کنم؟ دستیج حمل است. همازور همه نستیج ماندار کار. استاد چه خیلی وضعیت همه نست؟ امروز امتحان. امتحان نکو. همه میگویند که کوه به کوه نمیرسد، آدم به آدم میرسد. کوه به کوه نمیرسد، آدم به آدم میرسد. منم صنف 11 همین آدم حیران. استاد همین صنف 11 که شما رهبر صنف بوده، حالا من در اینو کوراتور. من کوراتور هم مبارک شود. برای حق پاپالان. استاد امتحانی بود. همین بعد همین بسیار بعضی وقت در همین دانشجو من بسیار خیالی هم ده. چقدر نه چند من شما رو خیلی اهمیت میدم رهبرم نه بله همین خیلی حالا کو استاد همین میپرسی که کجا میخوانی؟ جزیره استاد میبخشد شما کی رو؟ استاد ما شما رو نه ما همون دانشجو گفته شده استاد علی بو کی نرم علی نفس اینجا چخیل بچه ها؟ نه؟ ساز استاد تیاری ها با امتحان چخیل؟ تیاریم استاد کنه دیگر بچه ها؟ بچه ها معلیم هم همجا جمع شدگم بچه ها همه بچه ها جمع شدگم همه یک تا شاگردی خوب دورم ده بهتره کنی؟ همه بچه ها اینم بردیه و مومینیم همه بچه ها جمع شدگم استاد شد من همه دفترچه پریویت استاد پریویت اولا نه نغز من همین دفترچه های امتحانی شما رو یک دیده برا من مایل استاد خب میگیریم گوش کن تو چند نخواه گرفتم تو به عقلی چی؟ ما زبان درست سه نمیتونیم گرفته تو گم 10 تا میگیریم من امتحان شما را نمیمونم برای چی استاد؟ برای همین یکمش شما در امتحان در کردید دویمش در امتحان تیار نیستید من تیار نیستید ما یک هفته پیشکی تیار شدیم ما یک ماه پیشکی ایپابی رو اومدیم شما باید 2 ماه پیش تیار میشدید ما 2 ماه پیش ما گندم دروی رفتیم بس مومینوف مایلش من اینها رو به نظر میگیرم نرگس شما در درس نیست نرگس کسا در ششم باش قربالا خواب است برای نبودن نرگس من امتحان شما رو نمیمونم استاد از 1 دقیقه من نرگس رو میارم به مرشیده قره بالاش بردنه نمیکنه او طبیب بپرته با بچه نرگس به مرشیده قره بالاش بردنه نمیکنه او طبیب بپرته با بچه رسمی خوبی دخترا او کال باشه دارو تیر زدن نرگس نیافته شیفا نرگس به مرشیده قره بالا رفته نمیکنن طبیبان بپرته با بچه آبروی نرگس بود ای پشت یک بای بچه نرگس تولد کرده یک دختر یک بچه نرگس به مرشیده قره بالا رفته نمیکنن طبیبان بپرته با بچه نرگس به مرشیده قره بالاش بردنه نمیکنه او طبیب بپرته با بچه امتحانا سر شیده نرگس منکسر شیده بای بچه پول روان کرد معلم راضی نشیده یا پول یا درس نه پول نه درس نه پول نه درس نه پول نه درس معاش خوبه یا پاره معلم بمان بهاره معاش خوبه یا پاره معلم بمان بهاره معاش خوبه یا پاره
معلم بمون بهاره معاش خوبه یا پاره معلم بمون بهاره پسی خانه میرم معاش خوبه یا پاره معاش خوبه یا پاره معلم بمون بهاره واسد بهانه میرم معاش خوبه یا پاره معاش خوبه یا پاره معلم بمون بهاره ای برای پول امتحان معاش خوبه یا پاره معاش خوبه یا پاره معلم بمون بهاره رنگی دیوانه میرم معاش خوبه یا پاره معاش خوبه یا پاره معلم بمون بهاره معلم داره اشاره هاش میفاره به کاوه کی سهاره به برایم پلاره معلم کم کیف داره پنج میکنه کاراره ای معاش خوبه یا پاره معلم بمون بهاره معاش خوبه یا پاره معلم بمون بهاره معاش خوبه یا پاره معلم بمون بهاره معلمی کیفی دو چشمت خمار مستت بزن دلت بگیره قرار معلمی کیفی دو چشمت خمار مستت بزن دلت بگیره قرار گر تو بمانی به همان 5-4 سری هر بهات بگی 10,000 و فکرم ایمان معلم شیدی بیزار سامانی بگی یا پلهای باریک دار معلمی کیفی دو چشمت خمار دلاره بگی نکن فکری بسیار معلمی کیفی دو چشمت خمار و فکرم ایمان شیدی معلم بیزار معلم جون ای دیلکم جان معلم با دیلکم با ای دیلکم جان معلم با دیلکم با خبر نداری معلم جان ای کیسه ما خبر نداری معلم جان ای کیسه ما ای دیلکم جان معلم با دیلکم با خبر نداری معلم جان ای کیسه ما خوابم کی نمیبرد که خوابت بینما در کیسه نمیخنجه درسم کمانما رنگت برنگی صف خدا هر روز بینما قایل شیدم شاگردا پس عبادی شما ای دیلکم جان معلم با دیلکم با خبر نداری معلم جان ای حالکی ما ای دیلکم جان معلم با دیلکم با خبر نداری معلم جان ای کیسه ما ای دیلکم جان معلم با دیلکم با خبر نداری معلم جان ای حالکی ما ای دیلکم جان معلم با دیلکم با خبر نداری معلم جان ای کیسه ما استاد ناشکری نکه معلم جان استاد جان بخدا هم بچه درست میگم پلا بگی بهارمان بخدا نام بزنم معلم جان هرگیز هم از استاد معلم جان خیلی پلا دیگه نمیابی بهاتون 5 رفت از اینجا من تو رو نمیمان راه گفتم معلم همین یکی زمینی مرا بمان با ما اینجا قطعی تو کار کردنیم همین مکتب تو من معلم عرق 4 متر مخ میشم